sabe depois se tiver pelos prédios. Como que eu vou dizendo pra vadia se como que eu vou brincar. سلام درود به همه شما دوستان عزیز. خیلی 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 خوش اومدید هر جایی هستی. امیدوارم که حال دلتون خوش باشه و پر تراوت و پر انرژی. مستر بوم در خدمت شما همه دوستان عزیز، این بار با خزوخیل های این اینستاگرام در دنیای مجاور ما. یعنی چی؟ ما یوتیوب هستیم، اونا اینستاگرام، و داستان هایی که مربوط به خزوخیل ها و هر کسی که این گوشی لعنتی رو دستش میگیره میاد چی میبینه؟ مسخره بازی های اینستاگرام. متاسفانه ما هنوز طریقه استفاده این اینستاگرام رو یاد نگرفته ایم. یه رده رفتم رو دوران یوزارسیف. بریم با هم دیگه این ویدیو رو ببینیم. پس بزن لایک قشنگه رو که به من کلی انرژی میدید. Let's go. سرا بعد واقعا هست میگه. چرا من یه دونه دلیل میتونم بهتون بگم، این که مثلا تمام انرژیشون از بین رفته دیگه، خالی کردن انداختن اونور دیگه. نگید زود انزال، اشتباس باید بگین آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ این مختص همه خانوم ها بود که در حمایت از بچه های زود انزال انجام شده، وگرنه ما این همه کجا بردیم. حالا زود و دیرش فرقی نمیکنه، مهم چیه؟ تفاهم. به نام نامی یزدان، به نام نامی یزدان، تو را من برگزیدم از میان این همه خوبان، تو را من برگزیدم از همه این وایسا چقدر خوب بود. خب چرا بچه مردم رو تو این حالت قرار میدین که پر از استرس بشه؟ لعنتی. برگزیدم از همه این خب یکی نوشته که سارا اگه بهت یه نفر پیشنهاد دوستی بده چی کار میکنی؟ من راستش ببین گوش کن، الان هرچی از ذهن مامانم میخواد بیاد دروغه. من میخوام راست. چی مامانم؟ مگه این مامانشه؟ بیشتر به هم میخورن خواهر برادر باشن، مامان نمیخوره. یا مثلا اینکه دوست دخترش باشه حالا چند سال بزرگتر، شوگر مامی. تو نیمچه شوگر مامانم. چشو بگم اصلا کدوم کلنگ میخواد بیاد تو رو پیشنهاد کنه؟ خدایش یه وقت برگشتی پیدا اصلا بگیم یکی از تو بیاد تو رو پیشنهاد کنه. خب همینو بچه های همجوار و هموطن کشورم در کسری از ثانیه پشت در متقاضی رو سرویس میکنن. باور کن اگه بدونن کجاست. با این اخلاق خودت میزنه میره فرار میکنه عزیزم. خدایش دارم میگم دیگه. میری با تو بعد چیکار کنم؟ بعد تو رو بندازم توی خونه چی؟ سالمندا. خونه سالمندا بندازم، شاید کسی بیاد اونجا تو رو پیشنهاد کنه. پیشنهاد کنی؟ ببینم بگه بخوام من نگاه کن. خجالت نمیکشی؟ تو یه مادری مامان، تو یه مادری. چه حرفایی تو داری میزنی؟ والا خجالت بکش. مادر به این زیبایی؟ تو یه مادری، نباید انقدر زیبا باشی. چرا به بچه ها تو خیابون توهین میکنن؟ به خاطر اینکه تو خیلی زیباتری. روزی کیر و خیار با هم درد و دل میکردند. خیار گفت عجب روزگاری شده، پوستتو میکنن، خوردت میکنن و بعد میریزنت توی ماست و بهت نمک میزنن و بعد میخورنت و بعد میگن عجب ماستی بود. کیر گفت درکت میکنم. نصف شبی از خواب بیدارم میکنن، روم توف میندازن و اینقدر توی این سوراخ اون سوراخ میکننم که بالا میارم و بعد میگن عجب کسی بود. اشر نامشتب اشر. هنگم واقعا داریم به کجا میریم ما؟ بسه دیگه بابا، بسه به خدا بسه. جمع کنید این بی فرهنگیاتونو، این گوشی از دست این برازل هرزه بگیرین. خواهش میکنم، تقاضامندم.
تابع قوانین جمهوری اسلامی لطفاً اقدام نمایید. بچه‌ها ایران سومین کشور عصبانی جهان شد. کی همچین گوهی رو خورده؟ زر میزنن بیماموسا گوه میخورن. ما کجا عصبانی؟ خفه شو عوضی تو خونه من. آقا بس دوم شدیم. یکم دیگه پیش میرم اول میشدن. E que tá um salve depois, se tiver pelos prédios. Como que eu vou dizendo pra vadia se ela não me como que eu vou brincar com a garota que ela já چرا اینجوری شد؟ وای اولش چقدر خوشگل بود واقعا دکتر بود بعد رفت عقب اون داستانه. چرا شما اینقدر سر یاد کلیپ اول افتادم آمدی حالا چرا جانم به قربان ند است. یه بار دیگه خدایی نگاه. E que tá um salve depois, se tiver pelos prédios. Como que eu vou dizendo pra vadia se ela não me como que eu vou brincar com a garota que ela já chegou. عجب دادا به نظرت یه ذره کج نی؟ نه دادا صافه عالی. وای هر کی اینو ساخته دهنش سرویس. چطور به مغزتون میرسه؟ واقعا ما پر از هوشیم ولی حیف جایی نیست برای ارائه و استفاده کردن. متاسف با اینکه میدونم همه از زمین خاکی شروع کردن ها ولی چرا ما اینقدر وای چقدر تو مسخره ای بابا. یارو داره هنرشو نشون میده. حالا یه ذره قیافش این برامر دوتا عمل کرد یه زاویه داده یه ذره اینجوری شده. چرا و هزاران چرای دیگر. لالا چاقون زیر گلتونه سرا والا خونه رو دیگه آبرو تو عراج میزنم تو دیجی کالا. گاد پوری نه گاد مامی. امه به روایت تصویر یعنی قشنگ پتانسیلی داره که دوتا خاندان رو بندازه به جون همدیگه. آفرین. سرا والا دقیقاً اینجوریه ها. یعنی واقعا همینه. تو ترافیکی تو هر جایی هستی وقتی این صدای موزیک رو بالا میبری داخل ماشین هر اتفاقی میفته هیچی حالی نیست. مثلا ما چند وقت پیش اینجوری بود صدا موزیک بالا بود بالا بودیم بعد تصادف کردیم متوجه نشدیم نرفتیم پایین. رو داداش زدیم اونا به ما زدن از کنار رد شدن نیزی ما چی بهمون کرده بود ماشین. نام دوست با وفای پیامبر چه بود؟ حضرت موسی. حضرت محمد صلی الله علیه محمد. چه بود؟ نام دوست با وفای پیامبر. حضرت فاطمه. اولش ب. حضرت ب. الان گفتی بلال. حضرت بلال. به عجب رودی عجب طبیعتی کارو بگی خدا وکیلی. ای والله باش حال میدی اینجا بشین شیره بکشی. وایسا یه دقیقه دهن سرویس. چی شیره بکشی رو میخوایم طبیعت رو با ببین برای تولید محتوا واقعا ما یه سری کارا میکنیم که اصلا غیر قابل درکه. یعنی بی فرهنگی. خب چرا باید برید طبیعت نشه کنی؟ طبیعت رو باید درست ازش استفاده کنی. ما هنوز فرهنگ اینم پیدا نکردیم ولی با توجه به کم و کاستی های مملکت و زندگی باید بریم نشه کنیم. زندگیم از هر چی ترسیدم رفتم تو دلش. اوکی؟ اعتماد به نفس تو اگه کاه داشت فکر میکرد زعفرانه. اوکی بده نو. بده نو.
وای چه سمیه داخل این اینستا. این اینستا واقعا تقصیر مردم نیست. وقتی وارد اینستا میشن حداقل 1-2 ساعتی مشغولن، از بزرگ تا کوچیک کوچیک. چه داستانی داریم ماها. وا ویلا. اگه دوست داشتین باز هم برام کامنت کنید که از خزوخیلای اینستا داشته باشیم و حتی کامنت هم نکنید داریم. این است زندگی. مرسی که تا اینجا بودید. فدای همتون. امیدوارم همیشه پر انرژی باشین. تا ویدیو بعد چکریم. بای بای.